به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان عزیزم، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همتون. کسانی که علاقه‌مند به یادگیری مطالب حسابداری هستند، به ویژه بچه‌های هنرستانی در رشته حسابداری. امروز اولین جلسه از دوره آموزشی حسابداری رو در خدمتتون هستیم و اولین جلسه از درس حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی رو تقدیم نگاهتون خواهیم کرد. بنده مهدی خانی مدرس دروس حسابداری هستم و تصمیم گرفتم که یک دوره آموزشی کاملا رایگان رو تهیه بکنم و به صورت رایگان در اختیار همه شما علاقه‌مندان به یادگیری مطالب حسابداری و به خصوص بچه‌های هنرستانی قرار بدم. پس با من همراه باشین تا مطالبی رو که قرار هست تدریس بکنم آموزش ببینید و انشالله بتونید به موفقیت و جایگاه‌های بسیار بالایی دست پیدا بکنید. جا داره آغاز سال تحصیلی جدید رو هم خدمت همه شما دانش آموزان عزیز تبریک عرض بکنم. امیدوارم که سالی توأم با موفقیت و سربلندی رو پیش رو داشته باشید. نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که این دوره آموزشی نه تنها مناسب بچه‌های حسابداری هست، بلکه برای افرادی که به دنبال یادگیری حسابداری هستند و از پایه میخوان به یک درک و شناخت مفهومی از رشته حسابداری برسند هم بسیار مناسبه. پس هم بچهای هنرستان میتونن از این سلسله فیلم ها استفاده بکنن و هم دوستانی که علاقه‌مند هستن مطالب حسابداری رو به صورت رایگان و به صورت پایه‌ای و کاربردی آموزش ببینن. خب ببینید دوستان عزیز، درسی که ما قرار تدریس بکنیم و آغاز کردیم درس حسابداری وجوه نقد و تحریر دفاتر قانونی هست. پودمان اول در خصوص حسابداری پرداخت ها هست. قبل از اینکه من مطالب کتاب رو خدمتون ارائه بکنم، جا داره که یک تعریفی از حسابدار رو خدمتون ارائه بکنم. ببین بچه‌ها، حسابدار یکی از اصلی ترین کارمندان در هر شرکتی محسوب میشه. حالا اون شرکت ممکنه یک شرکت بزرگ باشه یا یک کسب و کار کوچیک باشه، یک تجارت کوچیک باشه، مثل یک فروشگاه. و اگه بخوایم برای حسابدار تعریفی در نظر بگیریم، حسابدار تعاریف بسیار مختلف و متنوعی داره. من خودم این تعریف رو میپسندم. اگر بخوام به صورت خیلی ساده و مختصر بگم، حسابدار کسی هست که جریان پول رو در یک سازمان یا واحد اقتصادی نظارت و ثبت میکنه. به این جریان نظم و دقت میده، این جریان رو ثبت میکنه، به صورت منظم این جریان رو در میاره. حالا جلوتر که بریم با تعاریف بهتر و بیشتری در مورد این واژه حسابدار یا اون وظیفه‌ای که یک حسابدار بر عهده داره آشنا خواهیم شد. فردی که دارای مهارت و تجربه لازم برای ایجاد و نگهداری سوابق مالی دقیق برای یک فرد یا یک کسب و کار هست رو بهش میگن حسابدار. و وظایف بسیار مختلف و متنوعی داره، گوناگونی داره. یه حسابدار ممکنه یک سیستم مالی رو طراحی بکنه، کنترل بکنه، حسابرسی بکنه و صورت‌های مالی رو حتی تهیه و تنظیم بکنه که این بالاترین وظیفه و اون نهایی‌ترین وظیفه یک حسابدار در سازمان هست. پس گفتیم حسابدار حتما نباید لزوما در یک شرکت بزرگ مشغول به کار باشه تا بهش بگیم حسابدار. ممکنه تو یک فروشگاه هم کسی که در بخش مالی و در بخش حسابداری اون فروشگاه مشغول به کار هست رو بهش بگیم حساب. و اما اگه بخوایم وظایف یک حسابدار رو
شرح بدیم به صورت تئوریک و علمی تر، من اینجا 9 تا وظیفه رو برای یک حسابدار درج کردم که باهاش شما هم آشنا بشید. 1. مدیریت کلیه معاملات. 2. پیشبینی و برآورد بودجه. 3. آماده کردن صورتهای مالی. 4. تطبیق حسابهای پرداختنی و دریافتنی. 5. اطمینان از پرداختهای به موقع بانکی. 6. محاسبه مالیات و تهیه اظهارنامه مالیاتی. 7. مدیریت ترازنامه ها و صورتهای سود و زیان. البته به ترازنامه حالا صورت وضعیت مالی هم گفته میشه، یعنی دیگه بهش میگن صورت وضعیت مالی و مثل قبل نیست که ترازنامه اطلاق بشه. 8. گزارش سلامت مالی و نقدینگی. 9. حسابرسی معاملات و اسناد مالی. ببینید دوستان، علم حسابداری هم مثل سایر علوم از اصطلاحات خاص مربوط به خودش استفاده میکنه که کتابی که ما داریم تدریسش میکنیم سعی داره شما رو با این اصطلاحات که ممکنه حتی به صورت روزانه با اونها سر و کار داشته باشید، قبل این هم سر و کار داشتید و یا حداقل اونها رو بارها و بارها شنیده باشید، آشنا کنه. اصطلاحاتی از قبیل خرید، فروش، بدهی، طلب، وام، وجه نقد، سند مالی، سفته، چک و غیره. حالا این اطلاعاتی که خدمتون ارائه کردم یه سری پیش مقدمه و پیش فرض بود که باید خدمتون میگفتم تا یک ذهنیتی نسبت به رشته‌ای که قرار درش تحصیل بکنید و کار بکنید پیدا کنید. ببین بچه‌ها، تصور بکنید یک روز صبح از خواب بیدار شدین و برای تهیه ملزومات صبحانه اقدام به خرید نان و لبنیات بکنید. مثلا کره‌ای بخرین، خامه‌ای بخرین، پنیری بخرین، مربایی بخرین، نونی بخرین واسه اینکه صبحانه‌تون رو میل بکنید و بعد از صرف صبحانه حالا یا به مدرسه برین، دانشگاه برین یا به محل کار. شما بعد از خرید اقلامی که من نام بردم، اقلام مورد نیاز برای صرف صبحانه، به چه نحوی اقدام به تسویه خریدی میکنید که انجام دادید؟ یا بهتره بگم چگونه پول اجناس خریداری شده خودتون رو پرداخت میکنید؟ یکم فکر بکنید. فرض کنید رفتین تو مغازه، این اقلامی که من نام بردم رو خریداری کردین. حالا بعد اینکه خرید رو انجام دادین، وقتشه که پولش رو پرداخت بکنیم. این پول رو ما به چه روش‌هایی باید میتونیم پرداخت بکنیم؟ خب قاعدتاً خیلی ساده است دیگه. 3 تا راه بیشتر نداره. یا ما وجه اون اجناسی که خریداری کردیم رو به صورت نقد به مغازه‌دار پرداخت میکنیم، یا نسیه‌اش میکنیم، یعنی پول همراهمون نیست و فروشنده هم آشنا هست و ما رو میشناسه، ما حساب دفتری داریم. با طبق اون توافقی که انجام میشه من به فروشنده میگم که مبلغ اجناسی رو که من خریداری کردم رو در یک تاریخ معین و مشخصی به شما پرداخت خواهم کرد. بهش میگن چی؟ نسیه. یا از طریق صدور چک. چک هم خب معمولا صدور چک بابت خریدهای گرون قیمت دیگه، خریدهایی که ارزش بالایی داشته باشه، وگرنه کسی قاعدتا برای مثلا خرید چند قلم مایحتاج روزانه که چک نمیکشه، چک پرداخت نمیکنه. پس ببینید شرکت ها هم بخش عمده از معاملات خودشون رو به همین روش انجام میدن.
اونها با پرداخت و دریافت وجه نقد یا به صورت نسیه و یا از طریق صدور اسناد تجاری. اسناد تجاری هم خب همون چک و سفته و برات هستن. این معاملات رو انجام میدن. خیلی ساده است. ببین وقتی یک معامله شکل میگیره منظور از معامله چیه؟ منظور از معامله یا خریده یا فروش دیگه. اگر خرید کالا اتفاق بیفته و یا ما خدماتی رو دریافت بکنیم یا فروش کالا اتفاق بیفته یا ما خدمتی رو ارائه بکنیم، به 3 حالت بیشتر این معاملات رو دریافت یا پرداخت نمیتونیم بکنیم. یا از طریق پرداخت وجه نقد هست، یا نسیه هست، یا صدور چک یا سفته مدت دار. در فروش کالا یا خدمات هم همینه ها. یا ما وجه رو به صورت نقد دریافت میکنیم یا نسیه هست یا دریافت چک یا سفته مدت دار. پس ما تا به اینجای کار متوجه شدیم دوستان عزیز در انجام معاملات ببینید در انجام معاملات حالا ممکنه خرید باشه این معامله یا فروش، فرقی نمیکنه چه خرید چه فروش. ما به 3 صورت و به 3 شکل میتونیم چیکار بکنیم؟ اقدام به تسویه اون خریدی بکنیم که انجام دادیم یا فروشی بکنیم که انجام دادیم. اگر خرید باشه یا به صورت نقد ما مبلغ اون خرید رو پرداخت میکنیم یا به صورت نسیه هست یا به صورت صدور سند تجاری، چک یا حالا سفته. برات هم قبلا بود ولی الان دیگه اصلا برات استفاده نمیشه، عملا یه مورد اضافی اگر اینجا هم نام ببریم. در فروش هم همین، ما یک کالایی رو فروختیم یا وجهش رو به صورت نقد دریافت میکنیم یا فروش ما فروش نسیه بوده، خریدار از ما مهلت میخواد و قرار میشه که در یک موعد معینی وجه اون کالایی رو که از ما خریداری کرده رو به ما بپردازه. یا در ازای اون فروش ما چیکار بکنیم؟ چک از این خریدار دریافت بکنیم، چک مدت دار. مثلا یه چک 3 ماهه به ما بده، بگه آقا من بهای اون کالا یا اون جنسی رو که از شما خریداری کردم رو طی این چک 3 ماهه به شما پرداخت میکنم. خب جواب فعالیت صفحه 3 رو هم اینجا میدیم دیگه. حالا با این توضیحاتی که خدمتون ارائه کردم جواب این فعالیت خیلی ساده است. فعالیت میگه با توجه به مطالبی که بیان شد بگین که حساب پرداختنی چیه و اسناد پرداختنی چی هست. پس ببینید بچه‌ها، حساب پرداختنی یعنی دیون و بدهی از مؤسسه که متکی بر سندی نیست. یعنی و معمولاً بذار این تعریف رو کامل کنم و معمولاً بر اثر خرید کالا و یا دریافت وام به وجود میاد. ای ما رفتیم فرض کنیم به یک فروشگاه لوازم خانگی، مثلا میخوایم یک دستگاه تلویزیون بخریم برای خونه، نیاز داریم که یک دستگاه تلویزیون بخریم. حالا من رفتم از فروشگاهی قصد دارم خرید بکنم که با اون شخص فروشنده آشنا هستم و از اقوام از دوستان یا هر چیز دیگری و من چک هم ندارم. مثلا یه تلویزیون رو خریدم به مبلغ 30 میلیون ریال و طی اون توافقی که با فروشنده انجام دادم قرار شده که این 3 میلیون تومان رو یا 30 میلیون ریال رو بعد از 3 ماه من چیکار بکنم؟ تسویه بکنم و بابتش سندی هم صادر نکردم، چکی هم ندادم، سفته‌ای هم ندادم. به این میگن حساب پرداختنی یا
خرید نسیه. اسناد پرداختنی درست مقابل این حساب پرداختنی است. ما به دیون و بدهی از مؤسسه گفته می شود که متکی بر صدور اسناد تجاری هست. اسناد تجاری منظور همون چک مدت دار. پس این تعاریف خیلی ساده است. پس جواب این فعالیت خیلی ساده است دیگه، نیازی نیست بیشتر از این بازش بکنیم. خب پرداخت ها در معاملات روزمره، معاملات هم که گفتیم دیگه، یا خرید یا فروش، معمولا در قالب وجه نقد و اسناد تجاری انجام میشن. موجودی نقد در هر شکل اون، حالا چه میخواد اسکناس باشه، چه میخواد سکه باشه و یا اشکال مختلف دیگر، مقبول ترین دارایی هستش که همه اشخاص خواهان اون هستن. به همین دلیله که بیشتر از سایر دارایی ها اهمیت داره و نیاز به محافظت و کنترل داره. اگر این دارایی تحت محافظت و کنترل مؤثر واقع نشه، ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیره و در هر مؤسسه‌ای برای محافظت از وجوه نقد باید کنترل هایی وجود داشته باشه. از جمله این کنترل ها میتونیم از نگهداری موجودی نقد در بانک و یا تفکیک مسئولیت ها در حسابداری موجودی نقد و کنترل وجوه نقد در صندوق و بانک و غیره نام ببریم. کتاب یک تعریف جامع و کامل از موجودی نقد آورده. میگه موجودی نقد عبارت است از پول رایج کشور که در کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های روزانه مورد استفاده قرار میگیره و میتونیم بدون هیچ شرطی از اون استفاده بکنیم، که شامل وجه نقد در صندوق و موجودی‌های نقد نزد بانک هست. در حسابداری وجه نقد به عنوان صندوق شناخته میشه و وجه نقد در بانک همون پول نقد قابل دسترس در هر لحظه نزد بانک. موجودی نقد بچه‌ها مبالغی هستند که بدون هیچ محدودیتی در دسترس مؤسسه قرار میگیرند و از این مبالغ برای تحصیل دارایی ها پرداخت دیون بچه جمع دینه دیگه، منظور از دین هم همون بدهیه. دیون، بدهی ها و پرداخت بهای خدمات دریافتی استفاده میشه. ممکنه براتون سوال پیش بیاد بگین این خدمات دریافتی یعنی چی؟ بچه ما وقتی خریدی انجام میدیم، اون خرید صرفاً خرید کالا یا اجناس نیست. اون خرید ممکنه خرید خدمت باشه. خدمت مثل چی؟ خدایی نکرده ما ممکنه مریض بشیم، نیاز به دکتر پیدا بکنیم و به درمانگاه مراجعه بکنیم. خب وقتی به درمانگاه مراجعه میکنیم و توسط پزشک ویزیت میشیم، مورد درمان قرار میگیریم، باید وجه این خدمت رو پرداخت بکنیم دیگه. به اون کاری که پزشک داره انجام میده میگن چی؟ خدمت. حالا این خدمت بهش میگن خدمت درمانی، خدمات درمانی، بهداشتی یا خیلی از خدمات دیگه، مثل مدارس غیر انتفاعی. مدارس غیر انتفاعی خب کالا که نمیفروشن، دارن خدمتشون رو میفروشن و ما در ازای اون خدمت دریافتی است که بهشون پول پرداخت میکنیم، وجهی میپردازیم. پس منظور از خدمات هم اینه. و اما موجودی نقد یک سری خصوصیات داره. یک، وسیله‌ای هست برای انجام معاملات مؤسسه. دو، به راحتی در اختیار مؤسسه هست. وجه نقد دیگه آقا، پول نقده، پوله، نمیخواد این رو تبدیلش بکنیم. مثلا سکه نیست که ببریم، سکه طلا منظورم، بفروشیم تبدیل به پولش بکنیم. سه، در پرداخت دیون مورد استفاده قرار میگیرد.
پرداخت دیون هم که خدمتتون عرض کردم منظور همون بدهی‌ها هستن. وجوه نقد به صورت زیر طبقه بندی میشن. ببینید بچه‌ها، صندوق، یک صندوق. وجوه نقد مؤسسه که برای دریافت و پرداخت جزئی مورد استفاده قرار میگیره، مثل پول که همون ریاله، ارز موجود صندوق، حالا ارز ممکنه دلار باشه، ممکنه پوند باشه، ممکنه یوان باشه و هر ارز دیگه، یعنی پولی به جز پول رایج و ملی کشورمون ارز حساب میشه. ارز موجود صندوق سکه و طلای موجوده در شرکت. تصویری هم که میبینید یه صندوق فروشگاهیه و گفتیم دیگه ارز رو نام بردیم و طلا رو نام بردیم. بانک، موجودی نقد متعلق به مؤسسه که در بانک ها یا مؤسسات مالی نگهداری میشه. همچنین حساب های سپرده دیداری و موجودی ارزی نزد بانک ها. سپرده دیداری بچه به سپرده میگن که ما نزد بانک داریم و در هر لحظه و در هر آن که ما اراده بکنیم میتونیم به این پول چیکار کنیم؟ دسترسی پیدا بکنیم، مثل حساب جاری. و معمولا خب سپرده‌های دیداری هدفشون کسب سود و منفعت نیست دیگه، بهشون سود و اینا تعلق نمیگیره. موجودی ارزی نزد بانک ها هم که مشخصه دیگه، همون سپرده‌هایی هستن که درشون به جای مثلا ریال چی هست؟ دلار هست. و فکر کنم یک سری شرایطی داره موجودی ارزی، سپرده ارزی، حداقل سپرده، میزان سپرده ارزی تا اونجایی که من یادم بود مثلا $100 بود. یعنی شما اگه کمتر از $100 پول داشته باشین، اگه $99 پول داشته باشین، برای شما حساب سپرده ارزی باز نمی‌کنن. یه سری به هر حال شرایط و ملزومات خاصی رو میطلبه. و سومین دسته‌بندی از موجودی نقد تنخواهگردان هست. تنخواهگردان وجوه نقدی هست که برای پرداخت‌های جزئی شرکت در اختیار یکی از کارکنان مالی مؤسسه قرار میگیره. مثلا شما ممکنه یک شرکت کوچیک داشته باشین، 5 نفر یا 6 نفر پرسنل داشته باشه و خب ملزومات مصرفی آشپزخونه، چایی دارین تو آشپزخونه، قند دارین، ملزومات پذیرایی دارین، چایتون تموم میشه، قندتون تموم میشه، دیگه شما نمیتونید که به خاطر خرید یک چای یا خرید مثلا 2 کیلو قندی، شکری، چیزی که لازمه چک بکشین. خب اینجا قاعدتاً از مبلغی که نزد تنخواه گردان به امانت گذاشته شده چیه استفاده میکنید؟ گفتیم دیگه تنخواه گردان هم شخصی هست که معمولاً امانت داره و امین شرکت هست و یکی از کارکنان مالی مؤسسه قرار میگیره تا خریدهای جزئی شرکت رو انجام بده. خریدهایی که مایحتاج معمولا روزانه شرکت هست رو تأمین میکنه. خب ما در اینجا به پایان جلسه اول میرسیم. یه کمی خب ممکنه مطالب خشک باشه، این خب طبیعیه دیگه، جلسات ابتدایی هست. اصلا نگران نباشین، رفته رفته که جلوتر بریم، پیش بریم، با کارهای عملی درگیر میشیم و مباحث خیلی اتفاقا شیرین و کاربردی میشن و مطمئن باشید از حل کردن مثالها و مباحث کاربردی و عملی خیلی هم لذت خواهید برد. در پایان همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم تا جلسه بعدی. خدا نگهدار شما.